نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و احترام خدمت همه شما دوستای عزیز. خدا کنه که صحتمند باشین، طاعت و عبادات شما قبول درگاه حق باشه. با من عیسی سمیر عرفان باز در یکی از گزارش‌های دیگر خوش آمدین. امروز آمدیم در یکی از قنادی‌های داخل شهر و ببینیم که چقدر در ماه مبارک رمضان از بابت شیرینی باب فروشات دارن و آرام آرام بریم داخل دکان دیگه. با ما همراه باشید. عزیز دلم خوبه، صحت شما خوبه، سلامتیم، شما خوبیم، سلامتیم، صحتمندیم، قربان شما زنده باشین. دیگه اگر وقت خور یک چند دقیقه برای ما بدین، پهلو ما بستکین که خیلی خوب میشه ها. دوستای عزیز، قسمی که در تصویر مشاهده میکنین نام خدا دیگه در هر طرف انواع و اقسام شیرینی های مختلفی است که در خدمت همشهریای عزیز ما هست. عزیز دل ما سلام مجدد. سلام عرض ادب. شما خود معرفی کنین و سلام علیکم هم خدمت دوستا داشته باشین. علیرضا علمپورم، یکی از قناتا شهر ایراد. ایام رمضان به تمام همشهریان عزیز به خصوص مردم ایراد تبریک عرض می‌کنم. قربان شما علمپور صاحب عزیز، ما هم برای شما تبریک میگیم. ان شاءالله که طاعت عبادات شما قبول درگاه حق باشه. میشه که بگین در داخل این فروشگاه و در داخل از این مقاطعی که ما و شما فعلا قرار داریم چند نوع شیرینی به فروش میرسه و بازارها و کسب و کار در ماه مبارک رمضان چی رقمه؟ الحمدلله خوب بازارها دیگه تقریبا حدود 100 مدل، زیر 100 مدل ما شیرینی داریم. برای ما روزه می افطاریه دیگه، هرچی خجول و جلیبی گفش رقم خجول، سر مدل جلیبی داریم، گوشفیل شربتی داریم، گوشفیل شکری داریم، خامه‌ای داریم. این مدل ها بیشتر به ما روزه شیرینی بیشتر به ما روزه مصرف بیشتر در کل. مدل ها مختلفی داریم دیگه، هست این مدل که مصرف میشه. بعضی از رفیقامو میگن که در ماه مبارک رمضان چند کسب و کار خوب رول داره، یکی خیاطی، یکی شیرینی فروشی، دیگه چند کسب دیگه هم هست. ما کسب متا شیرینی فروشی این ما روزه کردیم. بله، میشه برای ما بگین که روزانه خود شما این جلیبی و خجولایی که ما میبینیم تولید میکنین کار دست خود شما نه از دیگه جا؟ تولید خودمانه، مدل‌های مختلفی داریم تیار میکنیم. چند نوع خجول من میبینم درباره خجولا دیگه. خجولا قدیم ایراته، اینا رو بهمیه میگن، ایرانی تخم مرغ میخوره. اونا خجول ترکیه دیگه. یک رقم خجول سری داریم که فعلا موجود نیه. خجول هندی داریم، جلیبی ایرانی یا نشسته ای میگن رضا. این جلیبی ها میانیه، یک مدل هم درشته، یک مدل هم جلیبی تبریزی داریم. 4 مدل جلیبی داریم، 7-8 مدل هم خجول داریم. خجول عربی داریم که اونا باز برای یک روز 2 روز میگن مصرف شه. اینا دیگه هست، مدل های مختلفی داره. بیشتر مردم از این خجولا و جلیبی های مختلف و نوع فروشات شما بیشتر برای مردم کدام یکایه؟ با خدا خجولا جدیده به حساب 2-3 سال میشه مد شده، اونا رو میبرم دیگه. این کا قدیما هم میبرن، اینا مدل قدیمه دیگه که تیار میکنیم. هر کدام مشتری مخصوص خود داره، مشتری خاص خود داره. این رضا هم میبرم، جلیبی رضا و اینا
دیگه بعضا به خونه میبرن محفل داشته باشن، افطاری داشته باشن، جلیبی ریزه بیشتر مصرف میشه، خجول ریزه بیشتر مصرف میشه. خجول ترکی هم خجول تورتیه، خب اونا هم مصرف داره تا اندازه. هر کدام از همشهری عزیز ما که مشتری ها شما دیگه به انواع و اقسام مختلفی فرمایش دارن و بسیار خوب. به غیر از کار جلیبی خجول میبینیم ما در تصویر که دوم خدا کیکای خیلی به نظر خوشمزه میاد. دیگه ما روزه داریم. اگر نه تست میکردیم خود شما. فکر کنم که سفارشات مردم را هم اجرا میکنیم شما از بابت کیک هست. ما روزه باز کمتره تا هر مدل کیکی که سفارش بدن مناسبت ها کمتره. نه دیگه مناسبت تولد اینا کمتره. کیک هم هر مدل سفارش بدم درست میکنیم. خامه ای هم هست هر مدلی که بگم اینا هست دیگه. یا کمی نونا شیرمال هم هست. ما افطار یاد مبرف که شما بگم. بله اینا 3-4 مدل داره، مدل های مختلفه دیگه. کنجیتی، سیادونه‌ای، کریم فیل داره، مدل ها مختلفی داره. مدل ها زیاد منتهی این مدل فعلا موجود داریم. از اینا هم بدم افطار داغا و تازه داره. بسیار عالی. اینا پکیج شده دیگه که برای بسته بندی دو تا بیشتر اونا داغ کمی دمی که بیام داغ مصرف مشتری بسته بندی میکنیم. بسیار خوبه. بسته بندی جلیبی و خجول و مثل از افتریایی که آماده شده به بیرون هم داریم. سفارشاتی میایه از بیرون مثلا مساجد افتری چره و مسجد ها که میبرن مثلا هر مسجد 100 تا 150 تا یا 200 تا بسته بندی میکنن. از اینا تعداد 200 تا و بیمیا بسته میکنه. بعد افتری های میبرن بعضا با فامیلا خو میبرن 10 بسته 20 بسته اونا رو بسته بندی میکنن به این بسته دیگه. به خونه هم که میبرم نیم کیلو 1 کیلو همون من که بگم مشتری بسته بندی میکنیم بسته بندی کرده داریم. بسیار خوب. انشالله در کاروبار شما برکت باشه. اگر بشه که خود شما بریم محل پخت و پز اینا رو هم یک دیدن بکنیم و دوستای عزیزمون هم انشالله که نظاره‌گر باشن. با ما باشین دوستای عزیز. علمپور صاحب ما را آوردین داخل کارگاهی که دیگه اینجا پخت صورت میگیره، پخت و پز صورت میگیره. میشه که برای ما کمکی بیشتر معلومات بدیم از پخت و پز و این گپا؟ دیگه این جلیبی هایی که پیشتر با شما گفتم جلیبی به حساب زولبیا که اونا زولبیا میگن میدنی همین رضا. دیگه اینجا امروز ما پختم همین جلیبی رزه. از اون صبح دیگه جلیبی نشسته ای میگم امروز از اینا تیار میکنه خودم هم کارا. میشه که بگین ترکیبات از اینا چیه علمپور صاحب؟ ترکیبات جلیبی که هست دیگه زعفرون نشاسته دیگه مقدار آرد دیگه هم استفاده میشه کم ماس هم هست. اینا ترکیبات بسیار خوبه. از داخل روغن داخل از او شیره میگذارین اونا رو؟ از روغن که چیز میشه میریزن به شیره، شیره هم که جذب میشه به قاب میچینن. بعد از اون شیره چیه میشه برای ما بگین؟ شیره هم دیگه مو شکر و او آسانس و خدمت شما عرض کنم باعث میشه که طعم بده به شیره. طعم بله. اون طرف هم دیگه خجول میبینی؟ خجول. ترکیبات خجول چی رقمه؟ خجول هم از ماس و آرد و دیگه خدمت شما عرض کنم شیره و دیگه همینا. این موادی که داخل از این دیگ هسته اینا مدت بعد داخل دیگ بمونه؟ دیگه اینا نه از این سر که
چیز میشه تولید میشه تیار میکنن بعد پخته میشه دیگه. نه میگن نمونه 2 ساعت که اون اندازه 3 ساعت 4 ساعت اون حتی اگه هوا گرم باشه باید یخ هم تازه بگذاره. خراب میشه. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه دوستای عزیز ما اینجا مصروفن، چند نفر پرسنل دارین اینجا؟ پرسنل که فعلا همینای دیگه تعداد مشخصی نداره. نفری هست. تایم کری دیگه ازم صبح کمی پخته دیگه 7 بجه شروع میکنین تا 7 شون. ماشاءالله. افطار دیگه افطارم نشد. به غیر رمضان فکر نکنم اینقدر مصروف باشه. نه دیگه بس کارا کمتره. رمضان جلیبی هر روز میخرم. ما مردم ایراد دیگه دوست عزیز عاشق جلیبی و خجولیم، به خصوص به ماه مبارک رمضان. باشه که با اجلالا ما به کم صحبت بکنیم اگر مایل صحبت باشن. لالا جان خسته نباشه. سلام علیکم، خیرین تو خوشحالم، شکر برایت خوشحال هستیم. فدای شما، خسته کارا نباشه. سلامت باشه. نه خسته نمیشیم دیگه من زیاد. خب روز چقدر کار میکنین؟ باید چی مقداری از این جلیبی ها رو آماده کنین؟ همین دیگه روز 300 کیلویی 350 کیلویی میشه دیگه میتونیم. 300 کیلو 300. دیگه میرسیم از صبح تا شما. تا حال شده دست شما داخل از دیگه روغنا؟ یا روغن خوب میپره، گاهی وقتا مایتابه داغ که میشه میپره میسوزونه دستای اینا رو. نیت کامل نرفته؟ ایت نه داخل نرفته. ایت روغن میپره، گاهی وقتا چکیه و چیزی که برزه میپره دیگه رقم نمیسوزه. چقدر سابقه کاری دارین لالا جان؟ خدا به این جگاه که 5-6 سال همین جگاه هنده. باز قبلا به ایران کار کردم. استاد کار شما نین پس بزنید دیگه. هم شاگرد از اینا منو بله. نام خدا از سیما و رفتار اجلالا ما معلوم میشه که بسیار یک شخصیت آرام و شخصیت فهمیدی هستند که همه کار به صورت حرفه‌ای انجام میدن. موفق و مایت باشیم لالا جگر. مزاحم کار شما خیلی نمیشیم. خوشحال باشیم. خیر باشید. فدای شما. سلامت باشید. اینجا که میبینین همون جلیبی و خجولی که با بالا پخته میشه میای به اینجا از مثلا صبح که پخته میکنن اینجا هسته تا به این دم عصر دم افطار. باز از اینجا هم میره به بخش بالا که بفروشن دیگه. اینا هم که از همین جلیبی هایی که پیشتر خودشون میساختن تا ما برنامه ثبت شد اینا درست شد بیاوردن به پنگ داشتیم. خجولا دیگه هم که اونجا میساختن معنی اینجا موجوده. بسیار عالی. لالا ما که داشتن پخت میکردن وظیفه پخت از اون بود گفتن روز 300 کیلو جلیبی پخت دارین شما درست؟ دیگه متفاوته. من بلندترین چیز دارم میگم تولید دارم میگم پینتر هم داره. بالاخره از اول روزه تا 21 تولید خوبه و بعد از اون دیگه جلیبی های یخچالا که پر شد دیگه جلیبی میمونه دیگه برام میمونه ولی کمتر مصرف میشه. حتی جلیبی بود 30 و 25 تعطیل میشه. باز برو کار عید میشه دیگه که نزدیک عید کیک و اینا پخته میکنیم کیلو چای گوشت. بازم در روزهای عید هم ان شاء الله که عید هم دیگه روز اول عید هستین. بسیار بسته‌بندی شما همینجی میشه دیگه برای فروشات آماده که باز مشتری ها بیشتر فعلا کالی هر چی هست که به می دیسایی که با بالا چینده میشه باز از اینجا به ترجمه هر اندازه که سفارش داشته باشین بسته میکنین مردم نشه جا میکنن. بسیار خوبه. ان شاء الله که موفق و مؤید باشیم. معلم پور صاحب عزیز خیلی ممنون از اینکه وقت داشتید برای ما زبان روزدار دیگه. ما هم مزاحم شما و فروشات شما شدیم و گفتیم باشه که یک گزارشک نقلی بگیریم برای دوستا و عزیزای ما که چی در داخل کشور زندگی میکنن چی در خارج از کشور آرزو دارن ببینن که مردم عزیز ما هرات مصروف چی کارهایی هستن و ما هم گزارش های مختلف و نوی خدمت دوستا تقدیم میکنیم دیگه. تشکر میکنیم از همکاری شما. یک جان سپاس، قربان و لطف شما. در اخیر پیام شما را میشنویم و ان شاء الله که خدافظی کنیم برای شما. دیگه اولم گفتم ماه مبارک رمضان به همه تبریک عرض میکنم.
اگه افطار خوب و خوشی و شیرینی هم داشته باشن تا عبادت ناقبول باشه، ما هم از دعای خیر خوب فراموش نکنن. قربان شما، یک جان سپاس، تشکر. قربان لطف و محبت همگی شما دوستای عزیزا. و ما در هر روز روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه پخش داریم خدمت شما. دوست داره که گزارش های مختلف و نوی در هر کجا بریم به شما ثبت بکنیم و شما هم نظریات و پیشنهادات نیک خود در شماره که در زیرنویس هست برای ما پیامک بکنین، انشالله که بتانیم رضایت شما عزیزا را به دست بیاریم. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، نه آن کن که فردا در روز حشر تو ناراض باشی و ما شرمسار. تا درود دیگر، بدرود.